سلام دوست من، این ویدیو بهت کمک میکنه چگونه اعتماد به نفس داشته باشی. قسمت اول، آیا تا به حال به این فکر کردی که چرا بعضی‌ها با اطمینان صحبت میکنند، تصمیم میگیرند و زندگی میکنند؟ راز اعتماد به نفس در این نیست که کامل باشی یا هیچ اشتباهی نکنی، بلکه در این است که خودت رو بشناسی و به خودت ایمان داشته باشی. اعتماد به نفس یعنی اینکه بدونی چه کسی هستی و چه توانایی‌هایی داری. اما قبل از آن باید از یک چیز شروع کنی، شناخت خودت. این سوال ساده به نظر میرسد: من کی هستم؟ اما جوابش میتواند زندگیات را تغییر دهد. بنشین و فکر کن، چه چیزهایی تو را منحصر به فرد میکند؟ چه کارهایی هست که فقط تو میتوانی به این شکل انجام دهی؟ چه لحظاتی در زندگی بوده که احساس کردی بهترین نسخه خودت هستی؟ شاید مهارتی داری که فراموشش کردی، شاید علاقه‌ای که زمانی درخشش را نشان میداد، اما حالا به گوشهایی رفته است. یک دفترچه بردار، این مهمترین ابزار تو برای کشف خودت است. لیستی از توانایی‌هایت بنویس، چیزهایی که تا امروز انجام داده‌ای، مهم نیست کوچک یا بزرگ باشند، فقط بنویس. این لیست نشان می‌دهد که تو فراتر از آن چیزی هستی که فکر می‌کنی. اعتماد به نفس یعنی قبول کنی که اشتباه کردن بخشی از مسیر رشد است. هیچ کس کامل نیست، اما همه توانایی پیشرفت دارند. نقاط ضعفت را هم بنویس، اما نه برای اینکه خودت را سرزنش کنی، بلکه برای اینکه روی آنها کار کنی. هر روز چند دقیقه وقت بگذار و به خودت یادآوری کن که تو با همه ضعف‌ها و قوت‌هایت منحصر به فرد هستی. این را به یاد داشته باش. قدرت واقعی در درون توست. فقط باید نگاهت را تغییر بدهی تا اون را ببینی. تو فقط شروع کردی و این بهترین تصمیمی است که می‌توانستی بگیری.